گاه در زندگی آدم فرصت های پیش میاد که آدم یک بار درنگ کنه. راه را از کجا شروع کردیم و در کجا آمدیم و در کجا رسیدیم. به نظر من درنگ حتمی است. تجلیل از یک شهید به نظر من بزرگترین نقشش همیست که ما را با یک درنگ کردن دعوت بکنه. و امروز اگر کلمات نامتعارف از زبان من خارج میشه، امیدوار هستم که مرا ببخشید. کلمات نامتعارف اما کلماتی هستند که یا گوشهای ما عادت بر شنیدن از اونا داره و یا کسان دیگر ما را اجازه سخن گفتن نمیده. اما من امروز این رسالت به پشت از این تریبیون بر خود میبینم که باید با صراحت از این درنگ صحبت بکنم. آیه که در اول بر شما تلاوت کردم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت هستین که در میان مردم برانگیخته شدین و شما امر به معروف میکنین و نهی از منکر. پس سخنی هم که امروز من اینجا بیان میکنم اثر رسالت امر به معروف و نهی از منکر کردن است. کلکم راع و کلکم مسئول امریته. هر کدام شما پیشوای دیگران هستند و هر کسی که دنبال رو شما هستند شما مسئول هستند. و سخنی را که امروز من اینجا خدمت شما بیان میکنم سخن یک آدم مسئول است. دوستان عزیز، خواهران و برادران، قطعا شما در رابطه با عاشورای حسین و از اینکه حسین چرا جانش از دست داد و جانش قربانی کرد از زبان سخنرانان، خطیبان، واعظان تا کنون شنیدین و یقین دارم که دوست بزرگوار من، برادر گرامی من، دانشمند عزیز جناب آقای مرادی از اول محرم تا کنون برای شما روشنی های مبسوطی را ارائه داشتند. در این باره من زیاد پیرامون مسئله شما را زحمت نمیتم. و چیزی را که باید من بیان بکنم خدمت شما امروز این است که اثر و تأثیراتی که ما از عاشورا و از محرم تا کنون گرفتیم چی بوده است؟ آیا واقعا ما به عنوان پیروان راستین و صدیق حسین تا کنون عمل کردیم؟ یک سوال است که ما باید از خود بکنیم. آیا خواهران عزیز ما تا کنون این سوال از خود کردن که به عنوان یک زن مسلمان، یک دختر مسلمان مثل زینب عمل کردن؟ قطعا اگر ما دقیق و منصفانه با خود قضاوت بکنیم میگیم نه. حسین برای ازی شهید نشد که برای تک تک ما شما گفته باشند که بعد ازی هر کدامش را پشت سر پشت هم دیگه شهید شدن برند. از این قتلگاه بیرون شدن، دیگه قتلگاه دیگه داخل شدن. نه، حسین این را نگفته هیچ وقته. حسین
دیشب دانشمند گرامی جناب مرادی صاحب سخنان بسیار ارزشمند را داشتند. در بررسی کوتاهی که از بعثت رسول خدا تا شهادت امام حسین داشتن، گرچند کوتاه بود و مختصر ولی بسیار خوب بیان داشتن. در قسمت از بیاناتشون گفتن که حسین مجبور شد باید مورد جستجوی یزید و یزیدیان قرار گرفت که بالاخره از مکه در مدینه و از مدینه در کربلا آمد و رقمی. ما میخوایم به ادامه اینمی کلامی که جناب مرادی صاحب بیان کردن، ما به ادامه از این کلامشون عرض بکنم خدمت شما که حسین این راهی را که انتخاب کرد یا دست به کار که زد کاملا سنجیده شده و کاملا فهمیده این کار کرد. همین که حسین هجر نیمه تمام مگذاره و راهی کربلا میشه، این خودش یک فلسفه بسیار بزرگ است. حسین میفهمه که در زمانی که حکومت غیر اسلامی و حکومت طاغوتی وجود داشته باشد، در زیر سایه از این حکومت حج کردن معنا ندارد. حسین میفهمید و همچنان حسینی را میفهمید که فرجام حرکت من چی است. با اضافه کلام که حسین آغاز حرکتش واقعا شهادت یا کشته شدن یا کشتن نبود. میخواست که با خطابه هاش، با ارشاداتش مردم رهنمون بکنه. آنانی که در کنار یزید قرار گرفته بودند میخواست رهنمونشان بکنه، آنها را بفهمانه که شما از راهی که رسول خدا ترسیم کرده بود، راهی را که برای شما روش نشان داده بود، شما منحرف شدند. راه خدا این نیست که شما اختیار کردند. نمونه بارز از این کلام ما که عرض کردم خدمت شما که حسین برای کشته شدن و یا برای کشتن نیامده بود، این است که شما داستان‌های بسیار خوب یا داستان‌های عجیب را در روزهای عاشورا از سخنرانان، از واعظان، از مرثیه‌خوانان شنیدین که در روز عاشورا حسین با طفل 6 ماهش در میدان میآید. شما خوب دقت بکنید، آمدن حسین با طفل 6 ماهش در میدان جنگ معنی چی رو میته؟ معنی از این نمیته که بیاید جنگ کنه، معنی از این میته که من میخوایم که با شما از طریق گپ، از طریق ارشادات شما را اصلاح کنم، که در این موقع نخستین تیر فرمله در قلب طفل 6 ماهه حسین اصابت میکنه و نقش بر زمین میسازش. خب ما شما به عنوان پیروان راستین حسین عرض کردم سوار از هر کس از خود یک سوار بکنه، چی برادران ما، چی خواهران ما، چی جوانان عزیز ما که اینجا نشستند، هر کدام از اونها خودشان از خود یک سوال بکنه که من به عنوان پیروی حسین واقعا چی کار کردم تا کنون. یعنی واقعا تنها سینه زدن و زنجیر زدن، گریه کردن، ناله کردن برای خدا آیا همین کافی است؟ آیا واقعا حسین از این کار راضی میشه؟ من میگم نه. ما در آغاز کلام مرز کردم که مرا ببخشید که اگر حرفای نامتعارف امروز از زبانم اینجا بیرون میشه، مرا باید ببخشید. من مجبور هستم این رسالت را که امروز در پشت از این تریبیون میبینم، من مجبور هستم که سخنان برای شما بیان بکنم. پارسال در یک کشور دیگه رفته بودم، در این ماه محرم بود
در لابلای صحبت خود همین کلمات گفتم که خب حسین از ما چی توقع داره و چی انتظار داره و ما چی رسالت و وظیفه‌ای را داریم در قبال حرکت حسین. بالاخره می